داخل این ویدیو با 6 تا شرکت کننده اومدیم تا واسهشون یه چالش بذاریم که هر کی بیشتر پلانک بمونه برنده 10 میلیون تومان پول نقد بشه. با این کارمون سعی داریم که بچه‌ها رو بیشتر ببریم سمت ورزش، تشویق کنیم به ورزش، حالا با جایزه یا هر چیزی که هست و کلا جوونا برن سمت ورزش. بچه‌ها ورزش کنید، ورزش چیز خیلی خوبیه. و بدون معطلی وقت بریم واسه شروع این ویدیوی خفن. خیلی مخلصیم. واسه اینکه بچه‌ها آسیب نبینن قبلش باید یه نفر رو انتخاب کنم که بچه‌ها خوب گرم کنن که آسیب نبینن. رضا کارش درسته. رضا جون. رضا جان، آقا رضا. اول از همه شما کمرتون رو گرم. خب من خیلی خوشحالم تو با مطالعه وارد این بحث شدی. من خواهش می‌کنم فقط یه مقدار آبمیانش کن که ما بفهمیم پیش بریم بحثو. کمر چرا آقا رضا؟ خب کمر یه عضو مؤثر و مفیده توی پلانک. می‌دونی چرا؟ آها چرا؟ فشار میفته رو کمر. راست میگی. پلانک کمر اصلا معروف. نه دیگه شکم اولش. سلطان قبل ویدیو یه تحقیق بکن که وسط ویدیو خود این شکلی ضایع نشی. الان باید کششی بریم کمراتون رو کش بدیم. رضا جان خورشید پشتش به ماست. تو چقدر نمک خونی؟ اول یه کش ریز بدید کل بدن. آماده اید بچه‌ها؟ بله ناخدا. نمیشنوم صداتونو. بله ناخدا. بریم. ماشاءالله بچه‌های گل. چقدر شده؟ ماشاءالله. 30 ثانیه شد بگو 10 میلیون رو نمیخواید؟ بله من پول میخوام. هد بزنی هد بزنی بهت 30 ثانیه فرصت میدم ولی هدی بزنی که بیاد رو پام. 30 ثانیه ندادم. خب ماشاءالله آمادگی بدنی بچه‌های گلمون. هر کی همین الان خارج بشه با 1 میلیون تومان خارج میشه. نه 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 1 تومن میگیری خارج میشی. لفت میدی بیا. بیا برو بیرون سری. بیا رو بچه‌ها. بیا رو بچه‌ها رو بگیر. سروش. اینم خوابیده که. ماشاءالله. سرسختمون رو یه خورده حساس‌تر افتاد. اوت شد. اشکال نداره برو بیرون. یه چالش سخت‌تر که توپو باید نگرد. توپ بیافته حذف میشه. مهرات. ماشاءالله رضا احساس میکنم زیاد تو فشار نیستی. نه ناموسا نکن. کونه شکست. منم لفت دادم. لفت دادی برو بیرون. 2 نفر موندن. رقابت 10 میلیون تومان بین 2 نفره. به خاطر 10 میلیون تومان ببینیم کی برنده میشه. خب رقابت رسید به 2 نفر. من بهشون یه 30 ثانیه‌ای وقت دادم که یه استراحت ریز برن چون دیگه خیلی فشار اومد بهشون. مهراد و رضا. و الان میخوایم بفهمیم که برنده 10 میلیون تومان کی. خیلی رقابت سختی داره پیش میره. اصلا واقعا سخته. 10 میلیون ندی 10 میلیونت میکنم آقا. همه چی سخته. داداش رفیقمی بابا این میگه 10 میلیون ندی 10 میلیونت میکنم. داداش 10 میلیون شاید نده. به نظرت میدی؟ میدم. آخ مهران. خب یه چالش دارم واسه مهراد. توپو بنداز.
چالش تعادل که اگه بتونه تعادلش رو حفظ کنه و این توپو وقتی میذارم روش نگه داره به مدت 10 ثانیه یه دونه بهش بیگ بر میدیم و افتاد. اشکال نداره. همین چالش رو میبریم واسه رضا بتونه 10 ثانیه نگه داره، یه دونه از این هایپا بهش میدیم. درست بذارم. پشمام. پشمام. او مای گاد. افتاد. رضا خسته نباشید. عمرکه. ولی خب واسه اینکه حقشون خوردنش از اونجا که من خیلی مهربونم به 2 نفری که آخر موندن یه دونه از این ردبولا میدم. یکی بالا کشید. یک ردبول خنک. یه ردبول خنک واسه رضا. دمت گرم. برای من بود. من اونو برای خودم نگه نداشتیم. آقا نوش جونه. آقا خیلی خوش اومدی. خسته نباشی. مثلا بهترین انتظاری بود که چسبید پول راضی بودی؟ داداشم من همشو میبخشم. میدونی من 10 میلیون نمیگیرم، عوضش همین عشق 10 میلیون رو میدم به شما. بس کرای برای عزیز تموم شد و رفت. نظرتون چیه؟ افتخارش مردی مردی بریم. مخلصتم. خیلی لطف کردی فرنام جون. اصلی تیم کلا سعی داریم بچه‌ها رو حالا با جایزه یا هر چیزی که مسابقه‌ای و جذاب‌تر باشه ببریم سمت ورزش. آرتین بیا. نظر تو در این باره چیه؟ نظر من مثبت. به نظر من باید سابسکرایب کنم. سابسکرایب که حتما هست. من نمیدونم تو اینجا ویدیو باید کرده باشم. آره. لایک هم بکنید، کامنت هم بذارید. فرنام فوتبالیستمون هم که اومد خیلی مخلصین. نظراتتون رو تو کامنت ها میخونیم. مستر اسکی، مستر بیست ایرانی، اسکی با افتخار. مخلصیم به امید کانتنت های خفن روز حرفه‌ای و